الله سبحانه وتعالى در سوره زخرف از قول ابراهیم علیه السلام و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون، هنگامی که ابراهیم بر قوم و پدرش گفت چی گفت؟ اننی براء مما تعبدون، من بیزار هستم از آن چه که شما عبادت میکنید. براء جستن گفت الا الذی فطرنی، مگر آن پروردگار مرا آفریده است. فانه سیهدین، آن پروردگار است که مرا هدایت مینماید. و جعلها کلمه باقیه فی عقبه، و ابراهیم علیه السلام این کلمه را در عقب در ذریه خود باقی ماند. یعنی وقتی که ابراهیم با پدر و قومش گفت چی گفت؟ من از هر چیزی که شما میپرستید بیزار هستم. این از عقیده، اساس عقیده در کتاب الله سبحانه و تعالی است. عقیده را دیگر از جای دیگر نکوبید. اما علما این بیان کلام الله را برای شما شرح دادن، کتاب عقیده نویسیدن تا که شما برای شما آسان‌تر شود، اما همه اساسش در کتاب الله سبحانه و تعالی است. یعنی جز آن ذات، ابراهیم چون جز آن ذات کسی دیگر رو من عبادت نمیکنن، زیرا اوست که من رو بر من راه رو نشان داد. این کلمه رو بر نسل خود بر فرزند خود باقی موند. ایننی براء مما تعبدون گفت. کلمه برا بیزاری و کنارگیری است. بیزاری جستن، خود رو در کنار گرفتن. تو در یک طرف باقی میمونی و مشرکین در یک طرف باقی میمونن. تو در یک دیر زندگی میکنی، در دل اسلام زندگی میکنی، مشرکین در دل خودشون زندگی میکنن. براءت میجویی، خود رو آزاد مینمایی از هر آزار و اذیتی که آنها بر بالت میآورن. تمام رشته، تمام پیوندها را از شرک بریدن، حتی باریکترین نقطه را چیز کندن. به هیچ چیزی، نه با عقلت، نه با دلت، نه با ذهنت، نه با فکرت، نه با دستت، نه با جسمت با آنها نمیپیوندی. از دیار آنها، از مسکن آنها، اما پیش از این تو از عقیده و افکار آنها براءت میجویی. سپس بعد از این پس این است در این آیه کلمه، این است معنی کلمه لا اله الا الله، رد نفی شرک، براءت از شرک. ابراهیم علیه السلام اعلان کرد که همه معبودهایی که قومش عبادت میکنند از اونها به براءت جست. از پدر خود شروع کرده لا اله، سپس الا الله، الا الذی فطرنی گفت. الا الله فطرنی، آفرید مرا از ابتدا، از نستی ما رو پیدا کرد با فطرت سلیم و صاف و پاکیزه. یک تنها آفریدگار پروردگار است، پس عبادت از باره او سبحانه و تعالی است. یعنی در حالی که او سبحانه و تعالی تو رو آفریده است، عبادت از باره او قرار میگیرد. الا الذی فطرنی، مگر آن پروردگاری که مرا آفرید. اشاره به آن میراد که عبادت تنها برای او سبحانه و تعالی قرار میگیرد، نه برای غیرش. فانه سیهدین گفت در اینجا ابراهیم علیه السلام، در اینجا وعده راهنمایی است. حتما او سبحانه و تعالی وقتی من راه قرآن و سنت انتخاب کردم، من راه هدایت مینماید. بعد درسته که هر کسی که تسلیم تام بر قرآن و سنت شود، راه هدایت حتما در مییابد. الله او را راهنمایی میکند. سیهدین گفت، سین تاکید مینماید در اینجا، یعنی قطعاً او ما را برای راست هدایت مینماید، راه راستین، راه حقیقت. اگر تو خود رو تسلیم کردی، پس نشان میدهد که با اطمینان و اعتقاد ابراهیم علیه السلام و جعلها کلمه باقیه فی عقبه، این کلمه را باقی ماند، کلمه توحید را لا اله الا الله را ابراهیم علیه السلام تا روز قیامت به نسل ابراهیم، از نسل ابراهیم این کلمه باقی میماند، نسل به نسل تا روز قیامت باقی میماند. و پیامبر صلی الله علیه و از نسل ابراهیم علیه السلام است. از همین جاست که ابراهیم ابو الانبیاء است، پدر پیامبران است، چون بیشتر پیامبران از ذریه وی است، یکی از اولو العزم رسول است. تمام پیامبرانی که چی از نسل ابراهیم بودن چی نبودن، به سوی این کلمه دعوت نمودن. خواستن پیامبرانی که از نسل این پیامبر بودن، ابراهیم علیه السلام بودن، این کلمه رو باقی موندن، ها نسل به نسل باقی موندن، تا آن دمی که پیامبر حضور ظهور کرد و این کلمه رو بار دیگه برای ما روشن و واضح کرد. پس نسل ابراهیم، نسل پیامبر صلی الله علیه و سلم، کسانی که از او پیامبر پیروی نمودن، راه هدایت رو پیش نمودن، همیشه اینها چیز میراثبران پیامبران این کلمه رو نسل به نسل باقی میگذارن. و الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 32 تاکید مینماید و وصى بها ابراهیم، وصیت کرد با این کلمه ابراهیم فرزندانش را. و یعقوب چی نصیحت کرد؟ یا بنی، ای فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدین، الله برای شما یک دین رو برگزید، دین اسلام را. فلا تموتن و الا وانتم مسلمون، شما نمیرید مگر با دین اسلام بمیرید، مسلمان بمیرید. مسلمون گفت ابراهیم، یعقوب و تمام پیامبران دین آنها اسلام بود. اسلام عام میگن این را، مگر را قبول نکنید مگر اینکه با اسلام بمیرید، مسلمان بمیرید. پس این قول ابراهیم علیه السلام و قول اسحاق، یعقوب و دیگر پیامبرانی که هستند تفسیر عملی و روشن است برای معنای کلمه توحید. اینی براء مما تعبدون، گفتم بذار از که شما عبادت نمایید، الا الذی فطرنی، مگر اون پروردگار مرا آفرید. پس این معنای کلمه لا اله الا الله است، نفی و اثبات. و این کلمه میراث باقی مانده است که نسل به نسل باقی میماند. یک درجه عظیم است که انسان اگر داخل این شود هدایت مییابد و راهنمایی میکند. پس معنای لا اله تنها یک شعار نبوده است، تنها با یک زبان گفتن نبوده است، پس که اساسی بیزاری از شرک و اخلاص عبادت از برای الله. چگونه که ابراهیم علیه السلام براءت از مشرکین جست، از نزدیکان خود شروع کرد. من از هر چه که شما عبادت نکنید بیزار هستم گفت. همین گونه مگر اینکه پروردگار خود را عبادت نمایم، چون که اون مرا آفرید، اون من را با فطرت سلیم آفرید از نستی. پس این آیه کریمه از بزرگترین آیه ها
و بیانگر واضح و روشن نمودن توحید است. لا اله الا الله، نفی و اثبات، انکار همه معبودان باطل. چون که ابراهیم گفت اینی براء مما تعبدون، و بزار از آن که شما عبادت نکنید، الا الذی فطرنی، اثبات کرد عبادت از برای الله سبحانه و تعالی. پس ابراهیم علیه السلام برای تمام بشریت نمونه است. پس ما باید از ابراهیم علیه السلام درس عبرت بگیریم در معنای آموزش کلمه لا اله الا الله، در بیان براءت از مشرکین اگرچه نزدیکان خود باشد.